هویت داماد آقای محسن رضایی بود؟ نه خیر. چرا هست؟ من با این قضیه 100% مشکل میدونم مشکل داری. این بالاخره منظورم که شما چند ساله بودی شرکت داشتی؟ شرکت اقتصادی بود مثلا تو سن فکر می‌کنم مثلا 21 سالگی. من 21 سالگی برای دانشگاه توی جایی تحصیلدار بودم چک نقل می‌کردم. تو چجوری شرکت داشتی؟ از کجا برده بودی؟ بابا پول داره؟ نه مگه شرکت هر کی شرکت داره پول داره. به هر حال یه حداقل سرمایه رو داره دیگه. شوخی می‌کنه. باور که انگار یا شماها بچه‌هایی که با این مقامات ارتباط دارید و ازدواج می‌کنید نابغه‌اید یا ما خیلی خنگیم. چرا؟ مگه ازدواج کردن با نمیدونی چی میشه. ما تو 21 سالگی 8مون گرون 9مونه تاش مثلا بعد آدمی که مثلا پول دار باشه میره 5 متر زیر زمین میگیره توی 3 ساله دیگه ارتباطات دارید دیگه بالاخره زرنگ‌تر از ما. من 20 داماد کسی نبودم. میدونم زرنگ‌تر از ماهایی دیگه. سربازی رفتی؟ سربازیمو نه. چرا نرفتی؟ معاف شدی؟ نه خیر معاف نشدم. امیر گرفتی؟ نه خیر امیر نگرفتم. چیکار کردی؟ در اون مقطعی بود که سربازی رو میفروختن و سربازی رو خریدن. خب دقیقاً تو همون مقطع من سرباز بودم. خب 1 میلیون تومان هم میفروختن قشنگ یادم شدم. خب بابام نداشت بخره. ما از شما متنفر بودیم. بعد من اجازه بدید من سوالایی مطرح می‌کنم که مردم ازت دارن و بهت دارن فرصت بدم که از خودت دفاع کنی. بگم من جون کندم. من امروزی که پیشت نشستم کلکسیونی از بیماری ام. ما در حوزه انتخابات حقیق قائل به این هستم که جمهوری اسلامی همیشه در برگزاری انتخابات جزو سالم ترین برگزار کننده های انتخابات در جهان بوده. باجناق چی کار است توی مملکت شما؟ من 2 تا باجناق دارم. باجناق آقای دکتر احمدی رو منظورتون. آقای دکتر احمدی باجناق بنده است و مدیر عامل بانک شهر هستش. همینجوری واسه شایستگیش فردی خودش شده. قطعا آقای دکتر احمدی یکی از شایسته ترین مدیران نه تنها بانکی بلکه اقتصادی کشور.